کرده است این شیربچه را سنت پیامبر در حق همین فرزند انجام داده است تبلیغ و تهنیت میگوییم و از درگاه خداوند متعال مسئلت ها را دارم که پروردگار ادریس جان را به همین نام بزرگش سزاوار و کمال برساند. رسول گرامی صلی الله علیه و سلم تاکید میکرد کل غلام رهینتون به عقیقتی در سنن اربعه به اسناد صحیح اومده است. کل غلام رهینتون به عقیقتی، هر طفل گروگان عقیقه خود می باشد. برای کسایی که گروگان نمیفهمند زلاجنی، طفل زلاجنی که عقیقه است. همین محفل عقیقه در تقدیر آینده هم کودک البته تاثیر خودش میگذارد. قبل از همه با چی؟ با نام. زمین حضرت میگه که در تقدیر ساز است. یعنی اگر همون نام خوب داشته باشه همون فرزند، ما هم بچگی یاد داشته گویا که شوخی و بیادبی میکردیم، بعد موسفیدای پیش خیلی موسفیدای با غیرت بدن، نمیگفتن که رئیس سیاه شوخی بزای پای خودش کشول میکنن گوسفند ای پای خودش. همین میدیدن یا بچه بیادبی میکرد، خدا شاهده همین گوشامه قبضن یا 180 گراد استو میدادن، دیگه میدیدی میگرفت. بچه‌ها میدیدن میگرفتن رو پیش موسفیدا. این وضعی طبیع پرواشیدگی یک بیادبی میشید، بعد ای بچه چیلون داری بچه کی چیلون داری؟ مثال میگه که محمد الله ای های های صدقه همین نامت کنه ای من نمیدونی اینقدر نامی وزیر بکشو ایزو بکشه وی پدر با یک امیتر محمد دون کرده است محمد الله دون کرده است. یک همسیر داشتیم گرگ نامش گرگ بود. من به پرسیدن همون سفیدو که چی نام داری که هر ناشگری چه و همین نامت بخد بسیار سزاوار است. بسیار موافق حال پیدا کرد. بعد همین در تقدیر آینده کودک تاثیر میگذارد. ولی کودک باید حتما نام خشوع داشته باشه، نام زیبا داشته باشه، نام کتابی داشته باشه، نام داشته باشه که به افتخار بگیره بگردونه. وای نام پاسپورت انسان است. نامت خوب باشه یک معرکه در نه میپرسن نامت بچه‌ها بیا شناس شویم نام من فلانی. نه که اگر همین نام ناخشن خوب باشه ایزا میکشی همین نام. نه هم کورسمون ولی وظیفه بلند داره، چون میگم به حد وظیفه‌اش بلنده. در جاهای میگرده که وقتی ای تصور بیرون ایده همین یک خشرو داره، نامش خشروه او چستوش بویدو کویچ همینش نمیگم برای که میشناسم بعضی بویدو کویچ او دوره سویتی در تو او چستوره نمیگفتی جلوت خلاص نمیشید همین نام حتما او چستوره میشید ایزا میکشید بگه همین بویدو کویچ حتما مردم میخندیدن همین بویدو کویچ میگفت تمام اودیتوریا میخندید. اویو میسازه که یک کودکی را که بیچاره گناه نداره آخه یکمان عیب علت نداره یک چیزی را در گردنش بر کنیم که یک عمر به همین خجالت شرم هم را برداشته بگرده. پیغمبر میگه خدا گوری همین پدر مادر بتکی آخه نام قحطی زده است که همین نام در من بمونه. در عهد امیرالمؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه یک جوان از گریبان پدرش قبیله قریب لطش میکرده است. یک عدل عمری در تمام دنیا مشهور بود. این مسافر هم گریان پیش حضرت میگه که یا امیرالمؤمنین همین خانه سوخته فرزند به عذاب و مشقت کلون کرده امروز مرد چیده است با چمر در این ایگریبان هم کپی. حضرت صداش کرد که اوه این بدبخت تأکیده که در قرآن اومده است واخفض لهما جناح ذل من الرحمه ولا تقل لهما اوف و پدر و مادر تحت حق اوف گفتن نداری. وقتی که پیر شدن در زیر قنات مهربانی و نوازش همیشه بگی رنگی که پرنده چوجاکوش در زیر قناتش میگیره ای تو بدبخت نخواهی گریبانی پدر را بگیری. و گفت حضرت از حق حقوقی که پدر و مادر در ذمه فرزند دارن آگاه هم، اما همین فرزندی بیچاره هم در ذمه پدر و مادر یگان حق داره. حضرت گفت بله. وقتی که خدای تعالی پدر را صاحب فرزند کرد موظف میشود که اولا پیش همون تولد شدن فرزند باید یه زنی خوب بگیره. هیچ وقت در زمین شورزار نحول خوب حاصل خوب نمیبراید. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لاله روید در شورزار خس. اولا باید که یک زنی خوب بگیره صاحب دیانت بگیره که همون مادری همون طفل مادری صالحه و پاکدامن باشه. ثانیا وقتی که تولد شد باید که نامی زیباش بگذاره یا نامی خوبش بگذاره که همون نام به افتخار بگیره بگرده و نهایت تعلیمش بده آداب و اخلاقش به آموزانه.
گفت حضرت همین پدری و ثروتمند ایروش سختی و مردگیش مهر میتون گفته ای بازار رفته است یک کنیزه که به 10 درم خریده است یک کنیزه که ایتای دستی صدها آدم گذاشتگیه مادر ما یک کنیزه کرد اوه ما تولد شدم جعلم نام کرده است ناشکری شود جعل همین کنگزکای گلونه کن کلوه میکنن همون رو عربا جعل میگن جعلا نام خطی زد است جعلم نام کرده است همین تو وقتی خدمت دارم میخندیدم و مزبط ای همین وقتی خدمت میشناسم ای پشتی گوه بسپند همین سرگردونم نه تعلیم نه خط قرآن نه یا آموزش نه آداب و اخلاق میگه حضرت عمر گریان شده مرد گفت تو میفهمی که آقی فرزند شده آقی فرزند من همین حقیقت هم یک حقی طفل است که در زمین پدر و مادر است باید همین حقیقت و طریقی باید شاید گذرانده شود برادرای عزیز ولی الحمدلله این نام ایواز کردیم ولی با خطوبت میفهمید با مرور زمان که چقدر همین مهم بود چقدر لازم بود نام باید نامی تاریخی باشه و تاریخ داشته باشه اینا پگه خمینی شما میکنی پگه خطی رفیق خوش شوخی بازی میگه و این بچه میگه شما شعی خمینی نام کردی حتما میگمش بخدا قسم این امروزی کودکای حضیره بدبختو همین قنش زدن و همین طعنه زدن زوری هستن که خندل به یو نمیرسه حتما طعنه میزنن بعد هم کودک میاد یا اوی دیدش در پرای روش که پدر چی من برای تری موندی یک استودنت اون وقتی که خطیب بودن در مسجد قزاقان اومد بچه‌های همین کلیمی نوبود بودن سربند گفت داملو ما همین دردرچه‌دار شدم پدرم نامش فرعون کرد میگه گفتم که تو که ای بای این فرعون خونه سوخته این دشمن خدا بود دشمن حضرت موسی بود تو نام نیفتی نخواه همین فرعونش نام کنی گفته سغرای پرد اینو می زوچنی ای آره مونده میشه زوچنی گفتم برای بو برباسش نام کنه ای بو برباس بو زوچنی تر ای رلی ای خدا میترسی گفت خدا او یک عطای پروردگار او تو مسئولی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت انکم ستدعون یوم القیامه باسمائکم و اسماء آبائکم شما را فردا روز قیامت به نامات و نامای پدراتو میخوانند فلانی فرزند فلانی فلانی فرزند فلانی اگه تصور که در این دنیا ایزا بکشی در اون صحرای محشر همه واقف و آگاه میشوند چه خجالت و شرمندگی است فاحسنوا اسماءکم از همین خاطر ناماتون را زیبا بگذاره نام خوشرو خوب بگذاره واقعا یک زمانی بود مردم اندک جاهلتر بودن ولی همون گرگ و قمچین و همین سیتم و همین چیزایی که دوبلا گفت ولی اینجا تیشه هست تور رای این سنگ بارکالله با اون خاطر بود که با اون نه اون مقصبی سنگی که قشلوک سنگی که مقصبی پیر محمد با اون خاطر نموندن که همین بیچاره مردم گمان میکردن که همین نام مجهول و نامه که همتری نوچیز شاید که ای چنگالی عجل رهاش میتن ولی در همین کلخوزی پدوی در نوحیه رودکی وقت نوحیه لنین میگفتن ولی کلخوز یوسف رجب میگن یا رئیس جماعت بود نامش پخول حلیم و پخول حاجی شد خدا رحمتش کنه اهل در جوی بودم در جماعت جوی بودم یک حاجی دیگه بود الله علم اسماعیلوف بود اسماعیلوف زوغ این هر دش رفیق بدیان یا روز پخول میاد چی معرکه میبردم جوره شد ای نوحیه زنگ میزنن حلیم و پخول کجا دای کتیبه تلفن هم میگیرم میگه زوغ اومد پخول بود دیگه انگدود شدم در همین تا انگدود زنده زوغ اومد پخول بود امروز الحمدلله ای همی خلاص خوردیم با شرافت دعوت علما خدا را شکر اینه که یک قضاوت دیگر هم اومده است بعضی نامایی که نه اسلامی ان نه تاجیکی ان نه اصل دارن در بین مردم ما متاسفانه همو را گذاشتیان ولی هم فرعون گفتم کو در همین شبستان یا جو مهمون شدیم صاحب خانه آدمی بنون و نمک میگه که مریسابل بچم چوی دم کن همین چیزی که من در تجربه خودم دیدم مریسابل بچم چوی دم کن گفتم خونه بود نام شب که نام دارد مریسابل باشه اون نامی دکومنتر میشه مریسابل هر روز سیاه که این مریسابل کلوم میشه و رنگ یا مریسابل کینو وری قنچق میشه و شرمنده میشه یه بدبخت هر چی نیت کردی و امید کردی کودک هم خیلی میشه و
کما تدین و تدان. انا می خیلی تو معامله کردی فرزند مسلمان نامی خریستیانی موندستی. انا پگا انا ورا رنگ خریستیان قدی تعامل میکنم. پیر کشیدی می بالا دست به سوی خونه می پرتویم. از برای خدا صبرینا. و اگه رنگ توجیهش کردن صبرینا او صبرینا نه صبرینا. یک آرتیست که بود آیامی فیرگی بود با فکرام. یک استرادای چیزی کیج همون سرایندهش بود. ای خدا نمیترسه اوکی این نامی نه اسلامیایی نه توجیکی سابینا سوشی دست بود سابینا. پدر مسلمان باید عاقل باشه نامی خشرو بمونه. اوکی امروز آگاهیم با خبریم. اگر خدای نکرده همینطوری نامای نادرست باشه حتما عوض کردن در کار بچه. سنتی پیغمبر ای ولی دوملو گفت حضرت بور خونه حضرت عمر میآید. خونه حضرت عمر منزلش در عوالی بود در مدینه منوره. او وقتا همه عوالیش کم آباد بوده است اونم کم داشته است. حضرت مهمانی دعوت میکنه وقتی خونه میاد دختره که حضرت عمر هم دختری خودش میداد پیش حضرت میاد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم که یه جذبه و جاذبه ای داشت که همه کودکا در کجی میدیدن میدویدن میومدن و حضرت سرش را سیله میکرده است. همون کودکی را که سرش سیله میکرد همون روز تا شب سرش بوی مشک میکرد. هر کسی میگفت ایران رسول خدا صلی الله علیه و سلم سرش سیله کرده. میگم این سرکش سیله کرد. گفت مسموک نام چیه؟ گفت عاصیه. عاصیه عین صدقتیه. عاصیه یعنی امریشه جنس که رودی عاصی. حضرت گفت انتی جمیله تو جمیله ای. نخواهمی که دختره که خیش بوده اوی کی اسیان کرده است کی عاصی شده است که ای حالی نامی را عاصیه میمونه. نامش حضرت ایواز کرد گفت جمیله. عبدالحجر عبدالله نام کرد. خیلی که دوملو گفت که عبدالشمس عبدالرحمن نام کرد. صدها نام حضرت ایواز کرده گیه. این سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم باید نام نادرست ایواز شود. یک بزرگی از صحابیو گذشته است با نام سعید ابن مسیب. سعید ابن مسیب خدا رحمت و مغفرتش کنه. میگه که بابام نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اومد اسلام اومد و حضرت پرسید که نام چیه؟ گفت حزن. حزن در توجیکی حزن میگه غم اندوه مصیبت. حضرت گفت انت سهل نامی تو سهل. گفت من بعد مسلمان باید نامش همی غم اندوه نباشه. گفت لا اغیر عثمان سمانه ابی. اون نامی را که اگر پدرم گذاشت هست ما اون را دیگه ایواز نمیکنم. اون من تریز جاهیله و ظالمه هستم. یک سمینار داشتیم در کلوب یه حضرت ها همه بودن و یک دوملو هست در شکرخون اما دوملو بزرگ خون دوملو بزرگ خون و ای هر سکریفترش دوملو که اخی نخون ملون نموش بزرگ بای باشه و بزرگ خون باشه و ایزو نمیکشی نام تایواز کنه. و همین حیدر شریف گفت که ایران نام به هزار امید ارزو پدرش گذاشته شما چه حق داره نام ایران ایواز میکنه. و گفتیم دوملو پیغمبر خدا همون نامایی را که پدرها به هزار امید و ارزو میگذاشتن وقتی میدید که خوب نیست یک مقصد که یک کثافتی داره موافق نیست به حال چیزی همون مردک به اسلام موافقت نمیکنه ایواز میکرد. و همین قصه همین سعید ابن مسیب کردمش که میگه بابام گفت که من نامی را که پدرم گذاشته است ایواز نمیکنم. حضرت میگه بعد وقت کلون شد همین سعید ابن مسیب همین حدیث وقت قصه میکرد بابای دیدهش جوری میشید میگه فما زالت الحزونت فینا بعد. ای همون زمان به بعد دیگه همه غم اندوه و مصیبت اویله ما را ترک نکرده است. پدرش هم خیلی عذاب خودش حضرت این دامادی حضرت ابو هریره بزرگترین عالمی تابعین ای در علم و دانش میگن حتی علمش ای حسن بصری را زیادتر بود. اما همین روز نداشت ای دست همین بدبخت حجاج یوسف شهر به شهر قشلاق به قشلاق همینطور گریخته میگشت امکانی نداشت که فرزندان مسلمانان را تعلیم بده. برای همین لازم است که وقتی که نام ناخوب و ناخوش باشه حتما ایوازش کنه. نامای خوب و خوشبو را دنبال چقدر عجیب قصه کردن. حضرت میگه تسموا باسماء الانبیا. نامای پیغمبران را در فرزنداتون بگذارید. فرزند همون نام باید با افتخار بگردونه. ای نامش افتخار کنه.
تاریخ نام باید بیانش کنی. بچه جان میفهمی که همون در محفل حقیقت همه قداملوها جمع شدن در این قاریا و حاجیا و آدمای بزرگ همه خیلی نام را به هزار امید و آرزو ادریس کردیان. ادریس علیه السلام پیغمبر خدا است که خدای تعالی میگه ای عبد صالح است ادریس در قرآن. ادریس و از همین ریشه درسه یندروسای میگه حضرت اول شخصی است که نوشته است و هو اول الذی خط بالقلم. اولی فرزندای آدم علیه السلام که همین نسل انسان که خط نوشته است خطاطی را و همین نوشتن کتابت در عالم پخش کرده است همین حضرت ادریس علیه السلام است. وقتی تاریخ شما دونه اون نام باید افتخار میگیره میگردونه. همین باید نامای خوب باشد، نامای کتابی باشد، نامای غیر نگذاریم. وقتی بگم نام چه نام تا گفتی کسی بشنوه بگه این مردک مسلمان است دیگه جای سوالی دیگر نداره. نام که شنید در شبه نگاته که یک همیشه هم باشد. همین چیزا باید پرهیز کنیم برادرای عزیز. بسیار مهم است، جدی است. حقیقتا یک زمان همین خمینی ها زیاد شد. ولی زمانی که مردم قدر نمیفهمیدن، درک نمیکردن همین مسئله را که خمینی خودش چی شخصیه، این مقصد که چی زیان و ضررش در جامعه اسلام رسیده است، همین نام بسیار میموندن. و برای دولت اسلامی نکردن. اما بعد اشکار شد که معلوم است همین هر چی آیسته آیسته اشکار میشه. انقلاب اسلام. بله، او دیگه پوشیدگی نداره. ولی یک عادت دیگه داریم. بعضی چیزا دوست می‌داریم و کوشش میکنیم که همون نام بگذاریم این تنیگه نمیکنیم که همین شاید کنیتش باشه. شاید همین نام نباشه کنیت باشه میمونه. ابو هریره یک مردکی خوب بود خدا نگهش داره طالب علم بود سلبوف نامش ابو هریره خچه ابو هریره نام کرده است ای خون آباد نام ابو هریره که تدر معقول های پیغمبر خدا نامش عبدالرحمن مونده بر روایت صحیح 25 نام اومدگی های قیل خطی نه همین قول صحیح ترین همی است که نامش عبدالشمس بود حضرت گرفت عبدالرحمنش نام کرد. ابو هریره را دوست می‌داری نام تا عبدالرحمن کو یا نام منام بوده کورا سودایس سودایس اصلا همین معنیش عربی بگیری ششم میشود ششمک کودک ششم که شود ششمک این نامی او سودایس عبدالرحمن است. سودایس اگه دوست می‌داری میخواهی که فرزند رنگ هم سودایس و حافظ قرآن شود و خودی میدین شود نامک شود عبدالرحمن خودش عبدالرحمن سودایس بله نامش سودایس توملو بخشش پیشگاه کنده خود همین همه ثبت اسناد دولت‌های شهروندی ده همین کتابی که ماندگی است همین نامی سودایس ابو هریره خالد همون نامایی که مردم